سلام و درود خدمت تمام دوستان عزیز و گرامی خوشگل خودم. امروز چه ویدیویی داریم دوستان؟ چه ویدیویی داریم؟ فول گردونه داریم. چه فول گردونه؟ اولی میتیک کال آف دیوتی موبایل فنک هستش دوستان. بریم تمام آیتماشو با هم بررسی کنیم. از کاراکترش میگیم که آرتریش زیاد مالی نیست، ولی خیلی هم میگن موومنتش خوبه. بریم حالا تستش میکنیم. اینم که دنسشه، اینم که چترش استفاده نمیشه. این یه نفر میگفت این آیرون سایتش لیزریه و من هرچی نگاه کردم چی ندیدم ازش. این معلوم هم نیست چیه. یه دونه کالین کارت داره، دستکش بوکس مایک تایسون افسانه ای دوستان. فرمی داریم میریم کل مپ باش آپرکات پیچ میکنیم. بیل بلک داره، یه دونه این چیه؟ کنکاشن چی هستش اینجی؟ فنک میتیک. بده فنکو ما بریم دیگه دوست عزیزم. باکتیویژن شاشیدم تو این شانس. آدم همونی که آخری رو نگاه کردم همونو به من داد. بذاریم رو کاراکتر شاید یه شانس بهتر داشته باشه. چاپر به ما میده. چاپر آخه میخوام چی کار اینو من قد بده چه کار من میاد این آخه. گانو بده ما بریم. ادا کاراکتر رو بده من اینجا کیف کنیم با بچه ها. دستکش بوکس. نه تو رو خدا ما گفتیم برای مایک تایسون ببخشید اشتباه گفتم. مایک تایسون ولی خب نباید میدادی الان دیگه بابا. چی بده گان ما بریم تو رو خدا. فکر نکنم به ما همین اوایل بخواد گان چیزی رو بخواد بده دوستان. چون تاقل داره این حرفای گرم داره آخری به خدا. حالا وایسا نگاه کن. بده دیگه بریم با اون دیگه قشنگ فولش کنیم. خب چی میخوای بدیم ما؟ دنس خدا قسم گستو باید داره نه لذت. بیا پایین از اونن پشمک. خب برای 520 تا دونه سیپی خدا من پول دادم. من با گداگاهی این پولو به دست آوردم اینو اومدم زدم. تو رو خدا بده ما بریم. به خدا الان بدی میرم آپگریدش میکنم فولش میکنم. به خدا بده من برم. نمیده میده بنازم کارکتر سر چندمی بذار ببینم. ای 1300 تا بدم برای این ان حاجی نمی صرف گانو بده. پفروزی مقام چیکار؟ به خدا کارکتر رو با گانو باید نگرم داشتی میدادی به من. چی شد نمیخوای گانم بدی؟ آها گانو داد. به دوستان به آیرون سایتش کو حاجی ایمش کو. هی پول گرفتی ایم مسخره. نه باگ بود دوستان. بله با اکتیویژن اکتیویژن نریم که ما اصلا چیزی بگیم. هیچ کسی الان کسی رو نمیبینم بگه اکتیویژن. الان میگم با اکتیویژن خدا و وکیلی. پس زمینه پشتشو نگاه کنید. 16 همین گانه میتونیم که یه اسکرینشو ازش داشته باشیم. یه اسکرین رو اینجا بگیرم دیگه. خب بریم کیک کپش کنیم اینجا بگذاریمش یادمون نره. خب بریم پارت 2 رو با هم دیگه ببینیم که چه چیزای مسخره‌ای داخل گردنش هستش. خب ببین از کجا باید برم. بذار ببینم که چجوری. لول 1 که هیچی باز اصلا برای خودش. چرا اومد بیرون حاجی؟ از کجا رفته بودم توش؟ واسه ببینم جان مدل. خب لول 2 که زیاد از اونا نیست. لول 3 که کیل فکر میشم. آخه خدا وکیلی اون چیه ان انداختی روش؟ کی اونو میندازه میزنه؟ این که اصلا دیده نمیشه اصلا چی هست. دستش قد شد بنده خدا. دلم سوخت براش. خب
حاجی تو رو خدا من ریدم تو این. آقا چرا اسکوپ میندازی آخه؟ این یعنی چی حاجی؟ به خدا ازش آب کلید کردن نره، ناموسم غلط کردم. بگو گم شما. این چی اومدن اینجا؟ به درد نمیخوام. اکتیویژن میخواد از ما پول میخواد بگیره، من پول نمیدم. نو. این از کاراکترش داخل لابی دوستان. ویدیو خورده برش خورد و بریم با هم آتشمندشو بچینیم. این همین آتشمند میاد روش. این حالا دوست داشتید اسکرین شات بگیرید ازش. فقط اینو من میخوام کپی کنم بندازم رو اون. از کجا باید میرفتم حاجی؟ خب یه دونه مازر میذاریم روش. بزنم اینو بندازم روش، این خیلی بهتر. یه برل میندازیم روش MIP. بعد یه دونه رنجر فور گریپ میندازیم روش. یه لیزر که هیپ فایر بهش بده MIP لیزر 5 میندازیم. چرا این اینقدر لیزر دارن اینا؟ بکشه کارت اکتیوی. چرا این همه لیزر میندازی روشون؟ فنک واقعا نیازمند به خشاب دوستان. شما حتی همینجا هم یه دونه خشاب میندازید روش، تو بازی هم 100% سعی کنید یه دونه مگه اپیکی، مگه طلایی، مگه چیزی بندازید روش. واقعا نیازمند به خشاب هستش این کار واقعا. این از آتشمند شما دارم استوکش میدم، ولی این آتشمند نرماله دیگه. کماهاشو ببینیم. فنک با دایموندش بیشتر خوشگل میشه. کماهش که حالا بریم بدون کماه رو بهتون نشون بدم تا ببینیم دنیا دستک. خب دوستان تا اینجای ویدیو اومدی یه دونه لایک، کامنت، سابسکرایب رو بزن. خیلی واقعا ازتون ممنون میشم. حمایت کوچیکی از من بکنید. دمتون گرم. حاجی چی شد؟ یا قاسم حاجی پینگ چی میگه؟ با ما اینجا ویدیو داریم میگیریم ما. به خدا قسم دیگه اصلا این زندگی به درد نمیخوره. اصلا این زندگی دیگه به درد نمیخوره. هیچ وجه عنوان این زندگی دیگه به درد نمیخوره. سرما خوردیم دماغ اونم آب. خب پینک اومد پایین. بریم که داشته باشیم. اول کاراکتر بهتون نشون بدم. بذار ببینم که بزنیم دنس و یه طرز میکنیم. چشمان داداشون پایین نگاه نکنه، سانسور کن، زشت ابی تر بیاد. خب یه بار دیگه شمشیر جمون خدا بیامرز. ببینم چیا داری چیا نداری. ببینم از رد باسنگ چاک خورده. بعد بنده خدا فشار زندگی روش خیلی زیاد بوده. باسنگش چاک خورده. ایراد نه، به گانو برو تست کن. برو ببینم. خب بریم گانو با هم تست کنیم. هیپ فایر. این کلیده خانه دستش جدا میشه، پاش جدا میشه، چیش جدا میشه. بزنیم حاجی این دقت کنید، من به این قضیه دقت نکرده بودم. گانای نیتی که دیگه این که ارو دراب برشون میدارید، خب این فکر کنم پاشو بزن کل بدن فکر کنم بزن. آره اینو داشتم بهتون توضیح میدم دوستان. گانای نیتی که دیگه که اتو دراب میشون سریعه 40 مثلا کیلو دیگه، اینا که مثلا تیر میزنید بهشون یه رد تیری مثلا بهتون نشون داده میشه. خب فینیشر چرا گفتم یه رد تیری بهتون مثلا از اونها چیز به انمی تیر میزنید روی انمی مثلا میمونه. شما دقت کنید این باعث میشه که داخل اسموک مثلا طرف ببینید مثلا کجا میره کجا نمیره، اصلا کجا هست، کمپیده نکمپیده چجوریه. برای فنک یه طور دیگه است. شما نگاه کنید الان مثلا صدا ریلودش رو ببینید. ریلودش خیلی ساده است. ببینید قشنگ اگه بگرد کرده باشید من اینو میزنم رو اون یکی هم هست. میبینید رو اون یکی پلیر هم بات هم پلیر نیستن و پررنگ تره نسبت به گانای دیگه اون علامتش. بریم با هم اینم ببینیم. با گروزش نزا در بره بگیرش. ماشاءالله گانه بگیر ما تست کنیم.
و این اتشمندم که بهتون دادم دوست داشتید بچینید، اتشمند بدی نیستش، من خودم ازش استفاده میکردم قبلا. و این چیه این وسط چسبوندن؟ من داشتم فول میکردم رسیدم به من گفت فول نکن، این دست باتا هم هست، من دست من خودم باتم، من چه نواز فنیکی میتیک داشته باشم؟ من یه باتم و فنیکی میتیک من میخوام. آره اینم برگشتم به گفتم ولی من به یه برم هم نمیگیرم داشت، من بات حقیرم، پس بات حقیر باید فنیک حقیرم باید داشته باشه. هیپ فایرش خوبه این اتشمندی که بهتون دادم، میگم خودم چند بار واقعا تستش کردم، چه داخل تورنمنت چه داخل آلکا ایزو نمیدونم. آره خلاصه کلام این که این اتشمندش هزار بار تست شد و میتونم بگم این اتشمند من حدود 5 سیزنه که اصلا عوضش من فنک زیاد نمیزنم خب، ولی همون اتشمندی که من الان 5 سیزنه دارم ازش. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بای